салому дуруд ба бинандагони шабакаи моҳвораи Паём ТВ. бо дархости зиёди шумо бинандагон дар ин навор бароятон омӯзиш медиҳем ки чӣ гуна бояд ба шабакаи моҳвораии мо пайваст шуд. барои ин харидани мавҷгири нав лозим нест ва танҳо бо пайваст кардани як сараки мавҷгири LMB ё ҳамон галовкаи иловагӣ метавонед ин корро анҷом диҳед. ин мавҷгири ҳотбёрд аст ки бештари шумо аз он истифода мекунед. нигоҳ кунед. ҳотборди 13 дараҷаӣ ва ин ҳам шабакаи PMC Manutу. бо ҳамин мавҷгир шумо метавонед ба моҳвораи Eutelsat пайваст шавед. барои ин як дона сараки мавҷгирӣ лозим дорем, як дона дастақайчӣ ва як дона хамут. дастақайчиро бо хамут рӯи сараки мавҷгирии ҳотборд мечаспонем. симро бо LMB Eutelsat пайваст ва сипас танзим мекунем. ин ҳам моҳвораи Eutelsat ва ин шабакаи Manutу ки дар аввалин мақом пайдо шуд ва ҳоло мо онро танзим мекунем. инак моҳвораи Eutelsat танзим шуд ва чуноне ки мебинед фосила байни ҳарду сараки мавҷгирӣ хеле кам аст. акнун метавонед бо ҷустуҷӯ дар ин моҳвора шабакаи Паём ТВ-ро ҳам пайдо кунед. чуноне ки мушоҳида кардед, заҳмати зиёде сарф нашуд ва пайвастанаш ҳам бисёр осон аст. акнун ки ёд гирифтед, ҳар як аз шумо метавонед аз таҷрибаи пайвастан ба шабакаи мо як навор сабт намоед ва ба мо ирсол кунед. беҳтарин навор ба ҷои ин навори мо ҳамчун навори омӯзишӣ истифода хоҳад шуд. мо метавонем барои бехатарӣ садои шуморо иваз кунем. бо мо бошед ва барномаҳои Паём ТВ-ро пайгирӣ намоед. нишонии мо дар моҳвораи Eutelsat. моҳвора Eutelsat 7B، мавқеият 7 дараҷаи шарқӣ، фреконс 11262, суръати нишонӣ 27500, поляризатсия HFEC 5/6. خب سلام علیکم وطنان عزیز، بینندگان گرامی. اینک برنامه نوبتی ما، غیر نوبتی ما در کانال یوتیوبی پیمان ملی تاجیکستان و در کانال موروایی پیام تیوی اینک شروع کردیم و لحظه چند با شما خواهیم بود. این برنامه خیلی کوتاه‌تر از برنامه‌های قبلی خواهد بود. لحظه چند یک حدود نیم ساعت شاید من با شما درباره اصلی مطلبی که میخواستم با شما در میان گذارم صحبت کنم و ثانی شاید یک چند لحظه برای شما هم جدا کنم که شما در برنامه وارد شوید و خب فکر و اندیشه خود رو ابراز نمایید. یکم ببینید، من در خب عنوان برنامه رو که گرفتم، یعنی تلویزیون بدخشان یک ابزار دهشت پراکنی تبدیل یافته است و اینک چهارم ماه می شود که تلویزیون بدخشانی که زاده آشکار بیانی بود. یعنی تلویزیون بدخشان بعد از به سر قدرت آمدن میخائیل گورباچوف و اعلان شدن آشکار بیانی عرض هستی کرد و اون وقت تا حدود سالهای 2000 حتی خیلی تلویزیون خیلی جالب بود، تماشاباب بود، زیاد برنامه های جالب و رنگارنگ رو تهیه میکرد و نسبتا یک تلویزیون یک
خب کارمندان ایجادی داشت که واقعا ایجادکار بودند، ولی متاسفانه وقتهای آخر، سالهای آخر، مخصوصا سال 2018 به این سو و کمی پیشترم، این به یک تلویزیون، به یک ابزار در دست کمیته دولتی امنیت ملی قرار دارد و اگر گوییم که پورا در اختیار کمیته دولتی امنیت ملی و فرمای جواب چیز داده شده است و خب دیگر هیئت ایجادی تلویزیون بدخشان در امارت در زیر آن بوده، یعنی کمیته دولتی امنیت ملی قرار دارند و هر برنامه را اونها قریب که تهیه می سازند و امروز در چند روز می شود که در یعنی حولی تلویزیون بدخشان رو پنجره زده ایستادند، یعنی پنجره پیچی دارند، یعنی اینها هراس از آن دارند که خب با این دشمنی که از طریق این تلویزیون نسبت مردم بدخشان دشمنی کرده می شود و همون خب خشونتی که از این تلویزیون می ریزد، یک روز باعث می شود که به این تلویزیون هجوم می شود از طرف مردم و این تلویزیون را از همین خطر، ایمین برای نگاه داشتن از چنین خطر، اون را پنجره بسته ایستادند و برنامه امروزه ما در این موضوع اساسا در این موضوع هم نیو. ببینید این تلویزیون در طول 3 ماه می آید و از تمامی، ببینید حتی نوارهای را پخش می کند که نوارهای آماده شده ای کمیته دولتی، کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی که از طریق تلفن همراه ثبت شدند، یعنی اون معلوم است که یک اکران مایده قطعی حتی از چنین حالت ها استفاده میبرند، یعنی هر چیزی که این کمیته پیشکش میکند به یگان تحریر، به یگان دودلگی، به یگان سوال او بازنشر میشود و البته من خب میفهمم که اونها دیگر انتخاب ندارن، اونها مجبورن، لیکن یک انتخاب دارن به آدمی که خود را احترام میکند باید از کار، از چنین کارخانه از کار برآمده رود و زیاد برادران و خواهرانی رو میشناسم در همونجا در این پرگاه کار میکنن که خب باید تصمیم بگیرند که چنین دشمنی با خلق و با ملت و با تمامی خب ارزش های انسانی که یک انسان را از دیگر مخلوقات خداوند فرق میکند، همین یگان ارزش ها باقی نمانده است و کسی که کمی هم باشد ارزش های انسانی را قدر میکند و کرامت خود را احترام میکند، کرامت انسانی خود را احترام میکند، در این درگاه یک روز هم نمی ایستد و برآمده از کار خارج می شود. باور کنید این خیلی تحقیرآمیز است برای یک نفر، برای یک انسانی که خود را انسان می شمارد و در چنین خب مؤسسه کار کردن. این من نمیفهمم، من در اینجا کار نمی کردم، یا استادگری می کردم یا یک نوع استادگری می کردم و شاید بعضی موردها را صد راش می شدم، یعنی لیکن اینها که یگان تحریر نمی کنن، یگان خب پروای اون رو ندارن که از اونجا چی پخش می شود. حتی در برنامه خبری اونها من چند بار تکرار کردم، در برنامه خبری اونها که او برنامه صرف خبری است، می آیند و با هر واسطه می خواهند این مردم بدخشان رو سیاه کنند، هویت این مردم رو پس زنند. مثال فرض کردیم در برنامه خبری می آمده بود که در فلان دهه فلان نفر دزدی کرده است و حتما او را
میگن که شراب خورد و عرق خورد و در توی بود، عرق خورد و آمد، بعد از تریزه در آمد و چیزی رو دزدید. حتی اگر چنین هم بود، شرط نبود چنین گفتن سیاه کردن یک مردم، یک منطقه، لیکن اینها نقشه هایی که همون فرمای جوابی که طول 5-6 سال اخیر همین وظیفه رو گرفته است. از سال 2012 به این سو چنین وظیفه رو در نزد خود گذاشته است که همین مردم رو در نزد دیگر مردم تاجیکستان، دیگر مناطق تاجیکستان و در نزد عالمیان سیاه کنند. می آیند و با هر واسطه میخوان این مردم رو سیاه کنند و با این امر میشن بعضی از خب زیایان به نام زیایان بدخشان، زادگان بدخشان به مانند عطا میرخواجه و به مانندها همراه میشوند و در این سیاه‌کنی مردم اینها هم دست به کار میشوند و این تلویزیون یک تلویزیون دهشت افکن در بدخشان شده است. و تصور کنید که همین تلویزیونی که اینها در اینجا همه همون خب بگذار همه اون فحش ها و همه اون تهمت هایی که در شبکه های مجازی، در شبکه های اجتماعی اینا پهم میکردن، همین فرمای جواب، ما میگفتیم که خب باشد من به فرزند 10 ساله هم 8 ساله هم همون اینترنت رو اجازه نمیتیم و بگذار او نبینه. لیکن اینا میاند از تلویزیون بدخشانی که مردم دیگر انتخاب هم نداره در بدخشان. شاید مردم شهر خروخ کم انتخاب داشته باشند چون اونجا تلویزیون کابل نمیگن، او هم فعال است و مردم امکان دارد که خب کانال دیگر رو تاب دهد و کانال دیگر رو تماشا کنند. از این تلویزیون بدخشان دیدن نکند و فرزندانش را ایمن نگاه دارد از تأثیر این دهشت پراکنی. ببینید اون فیلم های دهشت افکن، فیلم های اوج است که میگن، از اونو بدتر این تربیه میکند. موضوع اساسی امروزه ما خیلی عنوانش همین بود. بله، من میخواستم دقت همه شهروندان تاجیکستان و به ویژه دقت زادگان بدخشان رو به دشمنی، به خیانت، به جنایت هایی که تلویزیون بدخشان امروز میکند با سربری نیلوفر اسلمشاه که اساساً همه کاری که تلویزیون بدخشان امروز میکند این نیلوفر اسلمشاه است و کمیته دولتی امنیت ملی. همین دو نهاد مردم بدخشان را در نزد دیگر مناطق تاجیکستان سیاه کردن دارند و بالای مردم فشار آورده ایستادن از طریق همین تلویزیون و فرزندای ما، کودکای ما این تلویزیون رو تماشا دارند. ببینید کودکی 8 ساله، از 8 ساله بالا اغلقی در خاروق و در تمام بدخشان در جریان امروز که چی واقعه رو داده ایستاده است. همه تقریبا از 8 ساله بالا میدانند که اینجا چی در جریان است و چی هست و به همین کودک های از 8 ساله بالا شما میآید و ببینید امردین علاوت شایف که هنوز تا همین روز، تا همین ساعت حمایتچیش او رو پیدا نمی کند. حمایتچی امردین رو پیدا نمی کند. چخل می شود که همین امردین خب بیاید در یک امان چی میگه مراجعت نشون داد اعترافی که ثبت میکند امردین و اون رو پخش میکنند از طریق تلویزیون بدخشان. ببینید او در کجا است که تلویزیون بدخشان پیدا کرده است همون رو. تصور کنید که این دولت است، این دولت است، تاجیکستان یک دولت است. من باور دارم که این یک دولت است و این دولت نهادها دارد.
و این نهادها ببینید همین تلویزیون بدخشان یک خب چیز ایجادی است، یک سازمان ایجادی است و این تلویزیون از کجای پیدا کرده است مواد را و اون را نشر کرده است و این مواد معلوم نیست که از کجا. ببینید ما باید سوال کنیم تلویزیون بدخشان رو، همین نوار رو از کجا پیدا کردید، کی به شما آورد؟ و در اینجا یک افسانه دیگری که تمام مخالفین تاجیک هم بر آن این اشتباه را دارن، یعنی اونها میگن خب اوباب بود، چی بود؟ همین شاهرخ سعیدزاده و اونجا که هست حفیظ زاده داماد رمضان رحیم زاده، یعنی همین نهاد گویا با کمیته دولتی امنیت ملی یتیموف یک ضدیت دارند بین خود، یعنی یک دشمنی دارند و اینها بر ضد یکدیگر کار کرده استادن، فعالیت کرده استادن که اصلا همین قضیه امردین نشان میدهد که این دروغ محض است. امردین در دست محض همین اوباب است و با طبق معلوماتی که ما در دست داریم محض حفیظ زاده این پرونده رو میبرد تا حتی شاهرخ سعیدزاده دسترسی ندارد به این پرونده و تاثیر رسانی هم نمیتواند و این حفیظ زاده است داماد رمضان رحیم زاده که مورد شکنجه قرار داده است که برادر امردین و شکنجه شدیدترین با شدیدترین لعن شکنجه کردند. طول 10 روز این بنده خدا در تا میان در آب بوده است، در همون پدول درون آب بوده است، ناخونهای پا شکندند و همه همین شکنجه را این مردی که واقعا مرد است تاب آورده است و آخران تهدیدی که به هر یک مرد اون تهدید آخران تهدیدی است که او را میکنند و یک مسلمانی که چنین تهدید رو به یک فرق نیست مسلمان به یگان انسان دیگر چنین تهدید رو میکند، او چه خیلی انسان است. و حفیظ زاده جواب میتی در نزد ملت جواب میتی دوستان همین حفیظ زاده است با دار و دستش که او دیگر ها او شکنجه میکردگی ها در اونجا با ماسک میدر اومدن که همین آدمی که شکنجه مورد شکنجه قرار میگیرد شاید زنده ماند و شاید یک روز عوض شود و ما را نشناسد شناختن نتواند، اونا ماسک قطعی میدرآیند، لیکن همه کار را همین حفیظ زاده میکند و ما و شما باید دانیم که وقتی که همین رحمانوف رو از تخت کردیم انشالله روز نزدیک آمده است، ما میدانیم که کی اساساً دستی کی در همین خون شکنجه شده ها آلوده است. و امروز امردین را گویا که دیدند عذر یک ویدیو. من جوارشو алибеков амаки аловашоев амридин нав аз пеши муфаттиш буроманам. амридин аловашоев дидам сеҳат саломат аст, ягон осеби бадан надорад, масъалаи хурду хӯрокаш ҳар рӯз таъмин, ягон танқисӣ надорад. мақсади баромади ман дар ҳамиае ки дар фазои интернетӣ аз тарафи алим шерзамонов маълумоти бардуруғ дина партофта шуд ки боиси ташвиши ҳама хештабори амридин ва тамоми мардуми бадахшон шуд. ман ба алим шерзамонов гуфтаниям ки беҳуда беҳассос бе ягон маълумоти дақиқ мардума ба ташвиш набиёр бародар. худуд ку дар раи дурӣ, лекин мардума дар азоб намон. аз пушти як маълумоти бардуруғи ту мо як шабонарӯз хоб нестем, ҳама шабу рӯз занг зада истанд. ина ман
شخصا رفتم دیدم یگون این خیلی گپ نیست برادر شیرزمان من میدونم که در رای دوری لیکن ای دور گپ و کلوچت بسیار خیلی هر گپ میگی فکر نمیکنی که این گپای تو به مردم بدخشان به خیلی خویشاوندای ما چی خیلی تاثیر میرسانند من قطعا خواهش میکنم ای خود شخصا ای دیگر زاده‌های بدخشان در این فضای اینترنت همون اگر معلومات دقیق نداشته باشید همون را پن نکنین التماس ببینید این بنده خدا بعد از نوشته من در اینترنت که طبق اطلاعی که از داخل خود همان نهادهای قدرتی به ما رسید گفتند که امردین چنان سخت لطش کردند که 51 ساعت ازش رفته بود است و همین اطلاع رو دادم و همین امکیش رو گویا که اجازه دیدار دادند و این بعد 20 روز هم این کار شد بعد 20 روز گم شدنش گویا اجازه دادن که با او دیدار داشته باشد و این افسانه رو به مردم خوند و در پی اون باز یک ادوکات دیگری پیدا شدن ادوکاتش رو تماشا می‌کنم. من ادوکات خیردین زینالدین حمایتگری علواتشوف امردین میباشم یک روز پیش با وی واخورده بودم از وضع سلامتیش پرسان شدم صحت سلامت میشه یگان شکایت یا عرض نسبت کارمندان مقامات حفظ حقوق عاید نسبتش تطبیق نمودن شکنجه ندارد همان روز با خلاصه طبی گذرانده شده که برای دکتران گذرانده او را شناس کردن و با یک بار پرسیدن نسبت یگان شکنجه زورآوری از جانب مقامات تحقیق و تفتیشات بشه که استفاده شده عرض نمود که نسبتش یگان شکنجه زورآوری و تحقیق عملی کرده نشده است او اظهار نمود که در نزدیکی به وی امکش و چند خویشان تبار نزدیکش واخوری نمودند و از وضع سلامتیش خبردار هستند هر یک شخصی که نزدیک است خویش تبار نزدیکش میتواند که در اساس قانون آمده با اجازت مقامات تفتیشات پیشکی با وی واخورده از وضع سلامتیش باخبر شود این افسانه را ببینید کدام گمانبر را دیده اید که گمانبرهای زیاده هر یک شما خویش تبارتون چی بود است این میگه که دل خویشاوندان دلخواه وقت میتوانند بیان از حالشون خبردار شوند این یک دروغ محض است دوم ادوکاتی که حمایتچیه که رسما بعد 20 چند روز خب گم شدن امردین خب تعیین شد از طرف خویش تبار تا به همین روز حدود 5 روز می شود که از این درگاه و اون درگاه او را سر کرده حال ندیده است امردین در دستی کی باشد بینید بعد 72 ساعت بازداشت هر یک شهروند بعد 72 ساعت بازداشت با او چی میکنند یعنی باید سود او را دیده خیلی غایبانه همون گمانبر رو در پیش چشمش دیده با تعیینات میبرارد که چاره پیشگیری چی است کدام چاره پیشگیری یعنی اگر در محبس قرار دادن باشد او را از همون زال تالار سود گرفته دیگر وزارت عدلیه کارمندان وزارت عدلیه گرفته او را میبرند به مؤسسه‌ای که در تابعیت وزارت عدلیه است نه وزارت کار داخلی نه کمیته دولتی امنیت ملی این قانون است آخر این برادرایی که زیایان بدخشان زادگان بدخشان که هر روز از تلویزیون بدخشان نوار میکنند و
ما را به قانون و قانونمندی دعوت میکنند. آخر همین حاضر قانون طلب کنید، قانون همین خیلی میگه بعد 72 ساعت این باید در دست در مؤسسه باشد که اون مؤسسه تابع وزارت عدلیه است و اون را بازداشتگاه موقتی میگویند و در بازداشتگاه موقتی خب گمانبر بازداشت می شود و نسبت او عملهای خب تفتیشاتی گذرانده می شوند. در عملهای تفتیشاتی که به واسطه با این گمانبر روبرو شدن و پرسش انجام دادن و دیگر چاره های تفتیشاتی، دیگر عملهای تفتیشاتی باید با اشتراک خب حمایتچی صورت گیرند. این قانون طلب میکنند. ببینید حاضر که میگن در بدخشان فلانی خود سپارد، فلانی خود سپارد، اگر چنین قانون و قانونگذاری باشد حق دارند آدم‌ها دیگر از خود دفاع کنند. اینا به ما حق داده ایستادند که ما همچون یک گروه متشکل جنایی عمل کرده ایستادیم. همین حکومت خودش همچون یک گروه متشکل جنایی عمل کرده ایستاده است و من همچون شهروند مجبورم که در مقابل همین گروه متشکل جنایی باز یک گروه ضد آن تشکیل کنم و من دیگر حق دارم از حیات خود دفاع کنم. چخیل می شود که رنگ امردین بیارید، امردین به ما نشان دهید. من از تمام تماشابینان شهروندان جمهوری تاجیکستان قاطعانه طلب دارم، خواهش دارم همین موضوع را همه کسا باید پیگیری کنیم، فلش موب کنیم. چیزی که نکنیم امردین کجاست، امردین را نشان دهید. یعنی امردین تا به همین روز ما نمیدانیم اون در کجاست. بیارید او را به بازداشتگاه موقتی انتقال دهید، او را با حمایتچی تامین کنید، او را با طبیب تامین کنید که وی را تشخیص کنند. ما دانیم که سلامتیش خوب است. از همین خاطر از همه هموطنان احترامانه خواهش میکنم که قضیه امردین را ما باید همه کسا جان آدم در خطر است و ما باید نگذاریم که این آدم چیز شود. این آدم بر اثر شکنجه جانش را از دست دهد. امروز الکی سلامتیش را من مطمئنم که خیلی از دست داده است این برادر و من میترسم که باز با این هنوزم در زیر شکنجه است و میخواهند که هر کاری که شاید بعد 2-3 روز باز یک نمور دیگر براید اگر او را تماما از بین نبرده باشند. از نزدیکان از خویش تبار احترامانه خواهش میکنم که به هر روی واسطه نباشد ما باید امردین را پیدا کنیم. ما باید دانیم که او در کجا است و باید حمایتچیش به حمایتچی او باید دسترس شود. از همین خاطر همه اونهایی که همه اون شاعران و نویسندگان دیگر قشر زیایی بدخشانی که امروز مردم رو تحقیر میکند و سیاه میکند میخواستم که همه شما با ما هم نوا شوید و در پیدا کردن امردین شما هم مسئولیت رو احساس کنید و ما باید طلب کنیم که امردین را نشان دهند. امردین را طبق قانون با او برخورد کنند. او باید در بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه باشد، نه در وزارت کارهای داخلی، نه در دیگر نهاد. و هر کسی که
مورد بازداشت قرار گیرد. اگر نسبت امردین چنان مناسبت شود، ما چخیل شما چخیل از مردم بدخشان، از جامعه مدنی بدخشان میخواهد که فلان آدم خود اسپارد و فلان آدم خود اسپارد، که ما نسبت اونها یگان شکنجه را نمی کنیم و اونها باید در نزد قانون جواب دهند. او کجاست تو قانون؟ خب در بدخشان امروز وضعیت همان خیلی که در سال 92 تلویزیون مردمی تاجیکستان می گفت که در قرغان تیپه یا در بخش همان وضعیت متشنج است، امروز در خورو همان وضعیت متشنج باقی میماند. پستگاه های نظامی که در قلمرو شهر خروغند دوچند نیرویشان را تقویت دادند. در هر پستگاه به گفته چیز نمیدونم به تاجیکی چی میشود، پولمیات ها مستقرن، یعنی پولمیات موندگی. اون چیز چودر خلا چی میگن در ما، چی میگن چودر، همون پلت که یکی در بالای کو موندن برای میرگن ها یعنی سنایپر ها، او هنوزم در همونجا هست. یعنی سنایپر ها در بالای شهر خروغ مستقرند، کمین گرفتند. خب پاسگاه های علاوگی در شهر عرض وجود کردند. امروز طول 3 ساله که خب رئیس ولایت یادگار فیضوف بود و اکثریت تمام وضعیت و تمام همین مشکلی بار گردن او بود. ستاد بین اداروی رو علم شوزاده یا خود همون بزمقوف رهبری میکرد و امروز که وضعیت خیلی بورانی تر و سنگین تر شد، باز یک بدخشانی دیگر که کمی معتبرتر است و در ولایت سوخت از خود خیلی خوب نام نیک گذاشته است و اونجا یک محبوبیت در بین مردم پیدا کرد و در این محبوبیت او یک شریک، یک رقیب برای رحمانوف شد، چون که همین محبوبیت رو که نوجوانوف در سوق دارد، در سوق پیدا کرد، چون این محبوبیت را اونجا رحمانوف ندارد. اون واخوری ها و اون دبدبه هایی که همین رئیسون تشکیل میکنن در واخوری رحمانوف، او یک صحنه سازی است. لیکن این نوجوانوف اونجا جنرال مردمی عنوان گرفت و خیلی محبوب شد برای مردم و این باید در اونجا نباشد. ببینید آخران بدخشانی یکی یک کمی اعتبار داشت در بین چی بدخشانی و چی دیگر منطقه های تاجیکستان، آوردن در وضعیت بورانی پرتافتن در امون کاری که همین علم شوزاده رسوا کرد، بزمقوف رسوا کرد در طول 3 سال. آوردن در طول 3 سال امون کاری را کرد که مردم را شوروند. بزمقوف علم شوزاده مردم را شوروند، مردم خروغ را شوروند، مردم جام به لب آمدن. امروز مردم میگن که فرق چی؟ یا میموره یا همین خیل زندگی نباشد که در خروغ است. مردم همین خیل آمده یا مردن از همین زندگی که 3 سال برای ما تشکیل کرده است بزمقوف، از این مردن و همین خیل زندگی کردن یکی است. و امروز آوردن نوجوانوف را و نوجوانوف هم آمده است عیناً همون کار رو کرده ایستاده است که یادگار فیضوف میکرد. آمده است امروز از همان طلبات های غیر قانونی مقامات دفاع دارد و میاد پیش محمد باقر رو میگه که
تو را دیوانه خانه بریم. او بچه تو دیوانه ای، تو خودت برو دیوانه خانه، باقی را دیوانه خانه بری و او را عوف کنن. این چی احمقی است؟ چی پیشنهاد احمقانه است؟ نکن نوجوانو، خیلی آدم معتبری در بدخشان و در دیگر مناطق تاجیکستان طلب کن امان گلبدین اکی کشت. یعنی ابتدا را طلب کن، ابتدا، بعد بیایم آیسته آیسته به تدریج به مردم نشان دهید که شما طبق قانون کار کرده ایستادید، شما قانون رو طلب دارید. نوجوان طلب کن که امردین پیدا کنند. امردین باید ما مطمئن شویم که امردین صحت و سلامت است و طبق قانون جواب داده ایستاده است، نه در پیش او حفیظ زاده، بلکه او مفتش دارد. حفیظ زاده نه، مفتش دارد و او خودش در بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه قرار دارد و همین حفیظ زاده و که حمایتچیش دو کسه میروند بازپرسی میکنند، میآیند و شاهدا را بازپرسی میکنند، باز دو کسه. همین قانونه که خودتان بالای آن هستید، همین قانون را طلب کنید. نوجوانو، به خاطر پیش از آن که یک چیز رو در خاروق طلب کنی، تو باید به خاروقی ها، به بدخشانی ها نشان دهی که قانون هست در تاجیکستان، که تو در حمایه قانونی، نه در حمایه، نه در پوشش دادن، یعنی نه در پوشاندن جنایت همان هم خدمتان خود که آمدند آدم را خیلی به طور دهشتناک، خیلی مظلومانه به قتل رساندن و خودت امان را صرف فراموشی داده ایستادی و میوهی و محمد باقر را موضوع گرم کرده. محمد باقر را موضوع گرم کرده به گفت روسا نپستم نیست، به خاطر آن که از گلبدین فراموش کنید. نکنید این کارا. بیاید نوجوانو و علیشیر میرزا نباتوف، شما وظیفه دار امروز هستید که امردین به مردم باید باور کند که امردین طبق قانون جواب داده نیست، نه غیر قانونی. تا همین ساعت و زمان او را غیر قانونی، همه عملیات با او غیر قانونی انجام داده شده است. از همین روز اعتباراً یکم برای به دست آوردن اعتماد مردم و یکی به پیش بردن همین کار و به یک نتیجه دلخواه رسیدن، شما باید اعتماد مردم را به دست آورید و برای اعتماد مردم را به دست آوردن یکم کاری که میکنید شما امردین پیدا کنید. یکم کار، گلبدین زنده نمیشود، امردین هنوز زنده است، خدا کند که زنده باشد. وظیفه شما پیش از با باقر مسئله گذاری کردن، شما باید به مردم امردین پیدا کنید. انا کار شما. امردین پیدا کردید. کار دویمه که است، به ما بگویید که چرا گلبدین کشته شد. امین افسانه خوانی را بس کنید. همه اون افسانه های شما را ما دیدیم، یعنی او تپانچه پرتافتگی شما و همه چیزی که بود او افسانه است، همه میدونند. او افسانه را ماند. بیاید امان مسئله را یک گلبدین را حل کنیم، مسئله توت شور را حل کنیم، مسئله گل نظر را حل کنیم. این مسئله را او حل طلبند و دیگر مسئله های اجتماعی اونجا کم نیستند، اونا را حل کنید. او پاسگاه های زیادی، اون نظامیان رو از خاروق بردارید اگر واقعا شما میخواهید که وضعیت را به اعتدال آورید. طبق خبری که ما در دست داریم، رحمانوف به قدرتیان، به رمضان رحیم زاده و به یتیموف سپارش داده است که یک نفر اگر قربان شود، یعنی اگر همین خیلی عمل کنید که باز با کشتن انجامد، اگر یک
کشته شده شد شما همه پرونده میشوید و ترمه میرید تا جای ما درک. لیکن باز همین رحمانوف خودش گفته است که باقر را زنده، باقر باید زنده بیارید، یعنی زنده بیارید و ما بعد میدانیم با او چیکار کنیم. یعنی شخصا رحمانوف هم در شکنجه باقر دست داشته نیست، در شکنجه که محمد باقر اگر در دست اینو غلطد، اون شکنجه که کردنی هم خود رحمانوف دست داشته نیست. خیلی که حفیظزاده امروز امردین شکنجه دارد، رحمانوف شخصا نیت دارد که محمد باقر چنان شکنجه شود که به دیگرها درس باشد، به دیگر پامیری ها درس باشد. خب امردین خیلی شدیداً شکنجه کردن و امروز هنوز هم او را نشان نداده ایستادن، ادوکات او را به پیشش را نداده ایستادن، چون که نشانه های شکنجه، ناخون های کنده پاش هنوز هم نرویدن، ناخون های کنده پاش نرویدن و اون ورم کردگی چهرهش هم هنوز پس نآمده است و اون تشخیص اگر شود شکنجه که تا به همین روز شاید در تاجیکستان همین خیل شکنجه یگان کسی دیگر نشده است که امردین شده است. این دلیل های رد نشونده داره از خود همون پدولی که او شکنجه می شد. از همون جا می براید این اخبار که آدمایی هستند که اونها رحمشون آمده است به حالت امردین و پیغام میتیند که این بچه رو نجات دهید که اینا میکشن. فهمیدید؟ از خود همون پدول به ما معلومات آمده ایستاده. برای همین خب دین همین سحر ساعت 4 سحر در تمام جزء اتم‌هایی که در بدخشان مستقر بودن به گفت آماده باش، یعنی بانگ خطر زده شد. اون چیزی که در ما تریواگا میگن که باید از همون قسم سرحدی 2022 هم همون نظامیان باید میبر آمدن و در آخرین لحظه نمیدونم با کدام سبب که این از این تصمیم دست گرفتن، ولی چونین امر، چونین فرمان همین روز ساعت 4 سحر یک بار بانگ خطر زدند و همه از خواب خیستند. همین در کسی در قشونه ها خدمت کرده است بانگ خطر میدوند، میخیزه پوشاکا را میپوشی، صف میزنی، همین کارا انجام شده است، باید میبر آمدن. ولی آخرین لحظه چی باعث شده است که باز این امر را باز پس خواندن و شاید همین گفت و شنیدهای بی‌معنی و بی‌منطقی که همین حالا انجام داده ایستادن، خب شاید همینا باشد. یک اطلاع دیگری که معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی در بدخشان است و چنین به نظر می رسد که جای یتیموف خالی شده نیست و این بنده خدا باید با قضیه از نزدیک شناس شود و شاید آخر بحران خاروق در دست همین بنده خدا بغلطد. من نامش شما از اینترنت شاید بیابید، من این نکفتم چون که چند لحظه پیش همین خبر رسید که خب همین بنده خدا در خاروق است و چنین حدس زده می شود که شاید چند لحظه پس آذر یتیموف اصلا کنار رانده شده است از قضیه بدخشان. حالا در آنجا رمضان رحیمزاده با دار و دستش و اساسا نوجوان عبدالله وظیفه دار شده است و دیگر
برای محمد باقر، خب برای تأثیر رسانی به محمد باقر تمام اتوریتیت هایی که توانستند پیدا کردند و خب یعنی یگان پیشنهاد ندارند. یعنی با مردک که مذاکره میکنی تو باید یک چیز برای گفتن داری. تو بگویی که بیا خدا بکش، خیلی ببر پیستولیت به او بده در سرش بیست و بگو خدا بکش. تو چی پیشنهاد دیگر داری؟ پیشنهاد این پیشنهاد نیست که بیا خدا بسپارو رنگی امردین، بدتر از امردین تو را شکنجه کنند و یگان نفر به چنین راضی نمیشد. چون که خب یگان جنایتی نکرده است. یگانه جنایتی که بالاش پیدا کردن همون افسانه های 1001 شب همون سردار ریاست معارف ولایت است که در آنجا اکثر گفتهاش یک نفر به یگان شاهد او ونجی را دشنام کرده است، او مادرش را دشنام کرده است، او مقدسات اویلویش. این خیلی در کودکس جنایی مقدسات اویلوی نیست، این خیلی مفهوم، یعنی تحقیر کرده است و همه این فقط با گفته همون تصدیق خود را می‌یابد و یگان شواهد دیگری نیست در این مورد. و ما دعوت میکنیم که خب این قضیه خاروق با به دست آوردن اعتماد مردم بدخشان قضیه خاروق را حل کردن می شود. همه وقت همین بود. حاضر اعتماد را کلن از دست داده. برای این اعتماد را به دست آوردن حتی شما اگر قضیه باقر را حل کنید. ببینید من درباره تلویزیون گفتم، تلویزیون بدخشان است. تلویزیون بدخشان مگر همون چی بود؟ مراجعت نشان داد و اعتراف امردین علوتشایف را از تلویزیون مردم که او را کودکای از 8 ساله کودکای مایدتر هم تماشا میکنن نشان دادن. این دهشت است. او معلوم است او چی گپ با او است. همه انسان ها میدونند چی گپ است، اما اون کودک 8 ساله الکی میدوند چی گپ است، اونجا چی جریان دارد. و ببینید در دل مردم، در اندیشه مردم چقدر دشمنی کاریدید، چقدر احساس خشونت کاریدید با همین کارتون. اون احمقایی که در فرمه جواب کمیته دولتی امنیت ملی قرار دارند و در اونگرد رمضان رحیم زاده قرار دارند، اونا احمقند. لیکن شما زیایانی که رهبران ولایت و دیگر زیایانی که این رو میبینید و میدانید، اگر نتوانید صد راه این شدن، هینه بگوید که ما دیگر وکالت های کانستیتوسیونی همون رو از دستمان گرفتند، در اینجا یک حکومت غیر کانستیتوسیونی عمل دارد، از ما وکالت های کانستیتوسیونی ما رو از دستمان گرفتند. در چند صحبت علیشیر میرزا نباتوف عملا اعتراف کرده است که من یگان وکالت در اینجا ندارم. اگر وکالت می داشت همین خیل نوار را از تلویزیون بدخشان را میداد. اگر اقلا می دانستیم که همین امردین علوتشایف همین نوار را در کدام شرایط و در کدام اتاق ثبت کرده است، بعد 1 ماه او در کجا، یعنی او اگر در بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه باشد، باید همونجا که باشد، باید ما دانیم که اقلا همین نواری که در تلویزیون را داده، همون تلویزیون باید این قبول نمیکرد. این غیر قانونی است. همون فرض کردیم استیوردس یکی همون امردین را قبول کرد در بورت سمالیات، او باید قبول نمیکرد. همون شرکتی هوانوردی سامانیر باید او را قبول نمیکرد. قانون نیست این خیلی. آخر
خودت یک شرکت خصوصی، شرکت بین الخلقی، تو چه خیلی میایی و همین در چنین جنایت دست میزنی. همین خیلی دیگر علیشیر میرزا نباتوف تو علی بینید در معرفی علیشیر میرزا نباتوف چی میگن؟ مردک رئیس ولایت است، یکم آدم در ولایت مختار، رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان، رئیس مجلس وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان، خب معاون رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان. همه امین عنوان ها و وظیفه ها برای معرفیش کمی کرد که او را حتما گنرال میگن. او مردم، شما یک دولت چی دارید؟ شما خونت حربی دارید چی؟ آخر او که رامونوف که گنرال چی است؟ گنرال ارتش است، او را گنرال نمیگه. رستم هم گنرال پالکوونیک است، او را گنرال نمیگه. لیکن این علیشیر میرزا نباتوف این رنگه که با وقار با افتخار این گنرال علیشیر میرزا نباتوف میگن. او گنرالی تا فراموش کن. تو معاون رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان هستی، تو رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان هستی و او زادهش ولایت مختار کوهستان بدخشان است. علیشیر میرزا نباتوف همون نواره که به تلویزیون راه یافت، تو باید میپرسیدی تلویزیون این از کجا یافتی؟ کی به تو اجازت دادی اینا نشر کردن؟ تا اون دمی که تو امین نوارا کارگردان تو یعنی اپراتور تو چی کرد؟ به نوار گرفت یا از کجا یافتی؟ کی به تو آورد؟ و همون آوردگیش بپرس تو از کجا یافتی؟ همین آدم که تو یافتی در کجا است؟ تو گنرال نیستی، تو رئیس ولایت هستی، تو باید بپرسی اگر اعتماد مردم به تو در کار باشد. یک وقتا آمد همین خیلی سالهای 90 چند یکی از رهبران وزارت کارهای داخلی آمد در کوچه های شهر و خوری با مردم و در اونجا گفت که خب مردم به مقامات حفظ حقوق اعتماد ندارد. بعد با مردم یک صحبت آشکارا کرد و گفت که خب چیکار کنیم که اعتماد شود؟ مردم سر کردن گفتن که کارمندان شما همین قانون ویران کنی، همین قانون ویران کنی. از طرف اونا گفتن او میگه که شما کنکریت مشخص نام و نسب و عریضه قطعی بیاره. مردک اگر نام و نسب و عریضه قطعی میدادیم تو در کار نبودی، تو آمدی گفتی چی کنم که به من باوری کنی. من گفتم چی کنی باید، تو بعد میگی عریضه بده. پس تو چی آمدی به همین؟ مردکان نمیدونن که چی بگوین. یعنی در پیش مردم آمدی که گفتنی اعتماد به من کنید. من گفتنی هم که اعتماد انا همین کار کن اعتماد میشود. امروز هم تو علیشیر میرزا نباتوف با گفته هات از تلویزیون همین خیلی می نماید که برای تو هم اعتماد مردم و محبوبیت در بین مردم مهم میتوبد. اگر چنین باشد تو هم رنگ همون کارمند وزارت کارهای داخلی نگو، تو بیا پیش مردم بگو که چی کنم که اعتماد شما به دست آورم. و مردم میگه که امردین کجاست؟ امینه به ما بیا امردین کجاست و در چه حالت است؟ اینه بیارن اعتماد. یک دویم یک وانمود کنید که شما قضیه گلبدینه بی‌غرضانه تحقیق دارید، به همون فیلم های
این دیسک خودتون که از تلویزیون بدخشان نشون میده. از یک طرف میگه که ما تحقیقات بی‌غرضانه بردنیم، از طرف دیگر از تلویزیون میآید و همه را جنایتکار اعلام میکنید و میارید که ما مجبور بودیم او را پروندن، ما مجبور بودیم 7 تیرش زنیم، از مجبوری 7 تیر. او مقابلت کرد، 7 تیر زدیم در آخران در چشمش تو نزدیم، او مقابلت بس نکرد. همون 6 تیره که زدیم و مقابلت نشان میداد. ما مجبور شدیم هفتم در چشمش زنیم و او آرام شود. همین گفتنی به مردم. برای همین اعتماد در کار است. اگر اعتماد در کار نباشد، اگر تو گفتنی که چخیلی که درباره باقر گفتی، تو گفتی که مرا از وظیفه هیچ کس نمیگیرد، هیچ امید نبخشید، بر مردم خود گفتنی، با اون مردمی که تو رئیسیش داری، با اون مردم گفته استادی که مورد نمورد من رئیستون هستم، هیچ کس مرا نمیگیرد، چون که دشمن شما من هستم. در مرکز دشمن در کار است. در همین وظیفه دوست مردم در کار نیست. در مرکز دشمن هر قدر دشمنتر با این مردم باشد، همان قدر شیرینتر در نزد رهبریت دولت او است. تو همین بگو و من دشمن شما هستم و شما را فارد نفارد من شما را مجبور میکنم که شما مرا قبول کنید. من مجبور میکنم شما را که شما مرا دوست داشته باشید. من مجبور میکنم شما را که شما ستاد بین اداروی ما را هم دوست داشته باشید و شما از ما طلب کنید که این ستاد ماند و شما از ما طلب کنید با عریضه های خود که ما باقر و دیگرها را بی‌ضرر گردانیم. اداره به اداره امروز اداره به اداره گشته ایستادن در خاروخ این مقامات و از مردم امضا، مردمانی که در جای کاری هستند و کار میکنن در این حکومت، کارکن اونقدر زیاد نیست، کار میکنن، از اونا امضا گرفته ایستادن که ما در تظاهرات در میتینگ اشتراک نمیکنیم. او برادر، او کدام میتینگ؟ شما میخواهید میتینگ شود یا چی؟ من میخوام، من دعوت دارم مردم خاروخ را به میتینگ. من چند بار دعوت کردم مردم خاروخ را که به میتینگ برایم. لیکن شما او میتینگ از کجا افتید که از مردم امضا میگیرید که در میتینگ ها شرکت نکنند؟ همین صاف ما گفته مردم ما سویج اینفرماسیون صاف همین دینا همین خیلی امضا گرفتن، اداره به اداره گشتن امضا میگیرن که شما نبرای در میتینگ. چی رقم میتینگ؟ ما حیرانیم. امیدوارم که اون میتینگ شده نیست. امیدوارم که اون میتینگ میشود تا اون تظاهرات 30,000 نفره 40,000 نفره را در خاروخ انجام ندهیم. ما این دشمنان را از بالای گردنمون دور نمیکنیم. همان حفیظ زاده که امروز در اونجا تهدید، پسترین تهدید نسبت امرالدین کرده است، پسترین تهدید، من گفتن نمیتونم. همون لعنتی که همین تهدید کرده است، همین لعنتی هایی که امروز سر مردم خاروخ آمدن با سروری حتی هموطن ما گنرال مردمی بارای مردم ما آمدن، همون دوبینکر در یک جای همه ما زدنیان. همه ما نیتشون. از همین خاطر لطفاً من از همه مسئولان بدخشان و مسئولانی که زاده بدخشانند، مسئولانی که در بدخشان مسئولیت دارند، خواه زاده بدخشان باشند خانه، مسئولانی که زاده بدخشانند و در دیگر مناطق تاجیکستان هستند، زادگان بدخشانی که خود را زیایی میگویند، طلب میکنم، دعوت میکنم که پیش از آنه که شما افسانه های 10 سال و 20 سال پیش رو بیارید و مردم رو سیاه کنید که او وقتا فلانی این میکرد و بیمدانی این میکرد، او را مانید یک سو امروز وطن در خطر است. شما بیایید همین امروز مسئله رو حل کنیم، بعد برگردیم به اون
12 سالگی و 15 سالگی اتون که شما را کسی در خروق رنجانده بود است و اگر اون نفر زنده باشد او را پیش شما میاریم و مجبور میکنیم که عذر پرسد که این برادر شاعر و نویسنده برجسته بدخشان زمین است، تو 40 سال پیش اینا کدام تحقیر کرده و این تا هنوز دشمنی با مردم خروق دارد. خب مرحمت اگر در استودیو میمونان باشند خب دعوت کنید، اگر نه خب میمونان نباشند خب خداحافظی کنیم نباشند. خوب است این خیلم. یادرس می شوم که شما در کانال یوتیوبی پیمان ملی تاجیکستان در بخش مستقیم قرار داشتید و دعوت میکنم که آبونه شوید، این ویدیو رو لایک مانید و آن را به دیگران هم بفرستید و در تاجیکستان از خویشاوندانتان دعوت کنید که به کانال ماهواره‌ای پیمان تیوی پیوست شوند تا ما را رایگان و با سرعت خوب تماشا کرده باشند. خدا یار و مددگار همه ما و شما باشد. سلام و درود به بینندگان شبکه ماهواره‌ای پیام تیوی. با درخواست زیاد شما بینندگان در این نوار برایتان آموزش می‌دهیم که چگونه باید به شبکه ماهواره‌ای ما پیوست شد. برای این خریدن موجگیری نو لازم نیست و تنها با پیوست کردن یک سرک موجگیری LMB یا همان گلافکه علاوگی می توانید این کار را انجام دهید. این موجگیری هاتبیارد است که بیشتر شما از آن استفاده می کنید. نگاه کنید، هاتبیارد 13 درجه‌ای و این هم شبکه PMC منوتو. با همین موجگیر شما می توانید به ماهواره یوتلسات پیوست شوید. برای این یک دانه سرک موجگیری لازم داریم، یک دانه دست قیچی و یک دانه خمود. دست قیچی را با خمود روی سرک موجگیری هاتبیارد می چسبانیم. سیم را با LMB یوتلسات پیوست و سپس تنظیم می کنیم. این هم ماهواره یوتلسات و این شبکه منوتو که در اولین مقام پیدا شد و حالا ما آن را تنظیم می کنیم. اینک ماهواره یوتلسات تنظیم شد و چنانی که میبینید فاصله بین هر دو سرک موجگیری خیلی کم است. اکنون میتوانید با جستجو در این ماهواره شبکه پیام تیوی را هم پیدا کنید. چنانی که مشاهده کردید زحمت زیاد صرف نشد و پیوستنش هم بسیار آسان است. اکنون که یاد گرفتید هر یک از شما می توانید از تجربه پیوستن به شبکه ما یک نوار ثبت نمایید و به ما ارسال کنید. بهترین نوار به جای این نوار ما همچون نوار آموزشی استفاده خواهد شد. ما می توانیم برای بی‌خطری صدای شما را عوض کنیم. با ما باشید و برنامه های پیام تیوی را پیگیری نمایید. نشانی ما در ماهواره یوتلسات: ماهواره یوتلسات 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، فریکانس 11262، سرعت نشانی 27500، پولاریزاسیا HFEC 5:6.